برادری ایدا سالیانووا سابق دادستان کل قرقیزستان و سیاستمدار مخالف حکومت با ضرب تیر در خانه‌اش به قتل رسید. وزارت امور داخلی روزی 6 نوامبر گفت که یک چند مرد نقابپوش شبانه به منزل اولند سالیانوی 42 ساله واقع در کاکژر یک محل نوساخت بیشکک حمله بردند و او را هدف تیر قرار دادند. وزارت جنبه سیاسی کشتار را رد کرد و گفت که تحقیق قضیه آغاز شده است. کشتار در فاصله کمتر از یک ماه بعد اعلان حکم 5 ساله زندان علیه ایدا سالیانووا صورت گرفت که به سوء استفاده از مقام متهم شد و دادگاه اجرای حکم را تا بزرگ شدن کودک خود سالیانووا باز داشت. سالیانووا عضو سرشناس حزب مخالفین اتمکان اتهام را رد کرد و گفت که قضیه او جنبه سیاسی دارد. مقامات قرقیزستان ایدا سالیانووا را مهم مرد بعد بازداشت رهبر حزب اتمکان اموربک تکیبایف هدف قرار دادند که از روی پرونده به گفته طرفدارانش ساخته بر رشوه‌ستانی متهم شد. حزب اتمکان اموربک تکیبایف را به دنبال بازداشتش نامزد به مقام پرزیدنتی اعلان کرد، اما او ماه آگوست برای 8 سال روانه زندان شد.